اون کیه که همیشه حواسش به سلامت تو هست؟ اون کسیه که به قدری دوست داره که همیشه اول به فکر توه. اولین ها جریان ساز هستند. اویلا شامپوهای روزانه مناسب موهای معمولی، مناسب موهای چرب و نازک و مناسب موهای خشک و وت. سری جدید شامپوهای اکتیو، فرمولی برای مراقبت و زیبایی. منو اکتیو. زندگی من عین بازی ایران و کامبوج میمونه. مهاجر داداش هم داره میاد. من اون دروازه‌بان بدبختم که تو این بازی 14 تا گل خورد. خونه رو بفروشی؟ این فروشم یه پنتاس خوشگل براش میخرم و تنها یه طرفدار داشت. ربکا هستم. بندم مهاجر هستم. بابا منظورت از محل قدیمیمون همون کوچه درداره؟ بله دیگه. مامانو میخوای با این دک و پوز از فرشته برداری ببری اونجا؟ زنی که خونه فرشته خط قرمز منه. بفرمایید خواهش می‌کنم. به بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خیلی خوشحالم از این که به لطف خدای بزرگ یک بار دیگه با یک شب آهنگی دیگه در خدمتتون هستیم، خدمت شما مهمان‌های گرانقدر و بینندگان عزیز که خیلی مخلصم. امیدوارم هر جا هستید در کنار خانواده شاد و خوشحال باشید، از دیدن این شب آهنگی هم لذت ببرید. تمام تلاش من و دوستانم اینه که لحظاتی کیف کنید، از کار روزمره، از این خستگی بیاد بیرون، حال کنید، بخندید، خودتون رو رها کنید، مثل من و مهمونا رها شده ها دست. دمتون گرم. مرسی. خب 4 بانوی محترم افتخار دادن، تشریف آوردن در مسابقه ما حضور پیدا کردن. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی کنید. من اختر آکوران. آهورا. آکوران. آکوران. بله. معنی داره فامیلیتون؟ والا میگن کو. کو میگن کو. شما ولی اعتقادی بهش ندارید. خب برای خب فامیلمون تکه دیگه. تکه خیلی قشنگ. اسمتونم تکه. اختر آکوران. ممنون. مرسی. بفرمایید شما. سارا اوجارودی. اوجانی. اوجارودی. اوجارودی. به به چه فامیلیای زیبا و متفاوتی دارم. منم آهنگی هستم، کوچیک شما از اداره تشریف میارین؟ بله متوجه شدم. خیلی خوش آمدید. مرسی که از اداره اومدید پیش ما. خسته که نیستی؟ نه اصلا. میسیز اختر آکورا، تو دوران نوجوانی جوانی اصلا به بازیگری شده بود فکر کنیم؟ مثلا دوست داشته باشید بازیگر شین؟ نه. یا تو مدرسه کار بازیگری نمی‌کردید؟ نه. بسیارم عالی، بسیارم عالی. شما چطور؟ من فکر نمی‌کردم ولی بقیه فکر کردن منو بردن. یعنی کار کردید بازیگری؟ به به. شما هم بسیار عالی. من یک جمله میگم، به همدیگه میگید. جمله زیباییه که باید در طول روز آدم به همسر، به فرزند، به مادر، به پدر، به برادر، به خواهر بگه. اونم اینه که خیلی دوستت دارم. درسته؟ خیلی دوستت دارم و با حالتهایی که من میگم شما باید به همدیگه بگید. آماده این؟ اول یه دونه معمولی بگید خیلی دوستت دارم. خیلی دوستت دارم. خیلی دوستتون دارم. آفرین. خیلی خوب. خودتون کنترل کنید.
شما یه جوری بگید انگار بهترین کادوی زندگیتون رو از اختر خانم گرفتید. یعنی بهترین کادوی عمرتون رو داده، شما میخواید با چه حالی بگید خیلی دوست دارم؟ خیلی دوست دارم اختر جون. خیلی خشم بود. نه انگار که مثلا یه لیوان از 6 تایی‌ها گرفتی. مثلا بهترین کادو چی میتونه باشه برای شما؟ الان یکی کادو بده دوست دارید چی کادو؟ سفر. خیلی خفن. سفر. به کجا؟ ایران یا خارج؟ خارج. کجای خارج؟ نه مثلا ژاپن، ژاپن، اروپا، مثلا ژاپن. ایشون یه هفته سفر ژاپن با بهترین هتل، بهترین پرواز، رایگان، همه چی. یعنی شما فقط برید حال کنید برگردید. به شما هدیه. حالا بگید خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. آقا باید بغلش کنم. نه نه نه، ما میخوام تو گفتارتون ولی بغل که دیگه همه بلدن که. نه حالا خیلی شما بلد. کار شما سخت تره. خیلی دوست دارم و تو شرایطی بگید انگار که دمپایی دستشویی رو خیس کردن. دیدید با جوراب میری دمپایی خیسه چه حسی به دست میده؟ الان پاتو کردی با جوراب تو دمپایی خیسه، یهو ایشونو میبینی بگو خیلی دوست دارم. نه پا رو ولش کن. حست این باشه. الان دمپاییت خیسه، جورابت خیس شده، چندش شده، بگو خیلی دوست دارم با همون حس. خیلی دوست دارم. بد نبود. وای ببخشید حالا این بازی شما یه جوری بگید انگار میخوای سر به تنش نباشه. ولی خیلی دوستت دارم و یه جوری بگو انگار چی سر به تنش نباشه. بگو خیلی دوست دارم. یا آفرین. نه ایشون بازیگر نقشای منفی میتونه باشه، چون کادو هم گرفته بود تقریبا اینجوری گفت، یعنی سر به تنت نباشه چرا 2 هفته نگرفتی. آره دقیقاً. آره میگه دقیقاً. یه جوری که انگار سوسک دیدی ترسیدی بگو خیلی دوست دارم. الان سوسکو دیدی ترسیدی بگو. آخه نمیترسم از سوسک. از چی میترسی؟ هیچی. نه مثلا حالا فکر کنید چندشتون شده یه حس بد وای سوسک بگو خیلی دوست دارم. با ایشون بازیگری 1 ماه طول میکشه، یعنی یه سکانس 1 ماه طول میکشه ولی ایشون سریع انجام. بگید شما به نفع تهیه کننده بازی نمی‌کنید. ببند. چندش خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. آفرین. میتونید که باری کلا. خب بفهمید. میکروفونا رو بدید به اون 2 بزرگوار. به بچه مانتو زیباییم. بفهم. آفرین به شما که اینقدر خوش. کجا میرید؟ چه دعوا می‌کنید؟ این برای دوست دارید نه؟ این نیمرختون بهتره. آره؟ مسابقه رو که متوجه شدید. بله. خودتون رو معرفی کنید. من با اسم مستعاری که دوستام صدا میزنن دریا جون هستم. بله. ما چون با دوستا سفر با هم خیلی میگن دریا بیا بریم. آره. گفته دری نمیگن دری. نه دریا جون میگن. دریا جون. شما خودتون رو معرفی کنید. من منصوره اسکندر هستم. منصور صداتون میکنن. نه خیر. منصوره اسکندر هستم ولی مثل دوستم اسم مستعارم مانداناست. چقدر اسم مستعار مد شده. دریا خانوم ماندانا خانوم. بله. اصلا زمان شما به دنیا آمدی دریا نه من موقعی هم که دبیرستان بودم با دوستان بیرون میرفتیم که پسرها اون زمان مطلق مینداختن. من اون زمانم برای خودم یه اسم داشتم. کلا هر 6 ماه اسماتون رو دادن. مثل کلاهبردارا هستن شمارشون عوض میشه. آماده این؟ بله. یختون آب شد. من کار کردم یختون آب شد. دستتون درد نکنه. آب شده؟ آره. یه جوری بگو خیلی دوست دارم سخت‌تر رو میگم ایشون بگه. دریا بگه باشه. یه جوری انگار که ایشون پشت سرت حرف زده، خوبم حرف نزده ولی بگو خیلی دوست دارم با اون حس. ماندانا؟ خیلی دوست دارم. آفرین به افتخارش. باری کرد. حالا شما یه جوری به دریا خانوم بگید که انگار بعد 10 سال میبینیش. یعنی دوست دارم بگم. آره خیلی دوست دارم و جوری بگو با اون حالتی بگید لطفاً که انگار بعد 10 سال دریا خانومو میبینید. بفهمید. دریا جون عشقم خیلی دوست دارم.
اوکی فاصله بگیر. یه جوری بگید انگار که یه ساعته، مثلا ساعت 4 باش با ماندانا خانم قرار داری، 1 ساعت دیر که از شما 1 ساعت واسطادی منتظر ایشون، ولی بگو خیلی دوست دارم، با همون حاله. اومدی؟ خیلی دوستت دارم. اومدی رو باید میگفتی. اومدی؟ آره دیگه همیشه یه کلمه رو اضافه میکنن. بفهمه که و آخرین حالت شما یه جوری بگی انگار توی کشتی هستید دوتاییتون، کشتی داره غرق میشه، ولی میگی خیلی دوستت دارم. کشتی داره غرق میشه، احتمال خدای نکرده مرگ وجود داره. هم خودم همیشون. بله ولی بگو خیلی دوستت دارم. داره غرق. ببخشید خیلی دوستت دارم ولی مواظب خودم اول. به افتخارش باریکلا. بفرمایید. خب رو به مهمونا بایستید لطفاً. بزرگ محترم، اولا هر 4 عزیز برندن، همین که تشریف آوردن افتخار دادن به ما، ولی من دستم رو سمت عزیزی بردم، اونی که فکر کردید بهتر بازی کرد دست بزن. دریا خانوم. مرسی. ممنون. ماندانا خانوم. اختر خانوم. سارا خانوم. همه تقریبا نزدیک بود، ولی سارا خانوم نفر اول شد، به افتخارشون دست بزن. خب شما تشریف بیارید. از طرف پلتفرم فیلمنت که برای اینکه هم راحت بتونید چندین قسمت شباهنگی ببینید، همین قسمتی که خودتون تشریف داشتید ببینید در کنار خانواده، ان شاءالله بخندید، کیف کنید از دیدن شباهنگی، به اضافه که کلی سریال خفن و باحال، کمدی، جدی، پلیسی، جنایی تو پلتفرم فیلمنت وجود داره و بازی‌های مختلف. قشنگ با دیدن برنامه فیلمنت ان شاءالله کیف کنید و لذت ببرید. اشتراک رایگان چند ماه رو من میگم تا حدی که امکان داره هر چی ماهش بیشتر بهتر تقدیمتون کنن. خیلی متشکرم تشریف آوردید. به افتخارشون دست بزنید. بفرمایید. خیلی مخلصم. سلامت باشید ان شاءالله. شاد باشید. خمیر دندان‌های ترمیم کننده مریدنت منافذ دندان را پر و باعث رفع پوسیدگی‌های سطحی، حفظ و ترمیم مینای آسیب دیده دندان می‌شوند. خمیر دندان از جنس دندان. مریدنت. یک هنرمند دوست داشتنی، یک رفیق قدیمی، یک عزیز دل، کسی که تو کارش از سالهای پیش نامبر وان بوده تا الان و همه سنین دوستش دارن. این شما، اینم دوست عزیز هنرمندم، یک کودک، داریوش فرزیایی. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ ماشاءالله خوبین؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. اما پورنگ، داریوش فرزیایی عزیزم، این آخه این کادو، این من دست خالی خونه کسی نمیرم. آخه میدونم کارت که خیلی قشنگ بود، منت سر من گذاشتی، ولی ماهی اینجوری کامل و آماده تو یخ عزیزم، من اینو چیکار کنم الان؟ عزیزم ماهی سفید بود، آوردم تهران، هوا آلوده شده ماهی سیاه. دم بزن بیا. دستت درنه قربونت، به من ماهی رو بذارم اینجا یعنی واقعا؟ به نظرت کجا باید رو سر من میخوام؟ نه من یخچال مگه نه ندارم یخچال. نداری؟ نه. این همه تو این برنامه خرج کردی یخچال نگرفتیم؟ فکر نمی‌کردیم یکی ماهی بیاره. من تو زندگیت نمیام چون یخچال نداری. ولی شما باعث شدی که آقا داریوش باعث شدی که ما به فکر یخچال هم بیافتیم. بفرمایید. مگه میشه زندگی بدون اجاق گاز و یخچال و فرش؟ ولی حتما دیگه یخچال رو باید بخرید، چون این ماهی یا باید امروز درستش کنیم یا اون خراب میشه دیگه. بعد ماهی سفید من چند وقت نخوردم. جدی میگی؟ به خدا منم نخوردم.
جدی میگی؟ به جان پس امروز حتما میخوری. خیلی خوش اومدی. قربونت قدم برم. رو چش من گذاشت. فدای شما. بفرمایید یه سلام علیک ویژه داشته باشید. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت فرد بینندگان عزیز و ارجمند، پدرها و مادرها، فرزندان عزیز، کل ملت دوست داشتنی ایران. درود بر شما. همین اول آقای داریوش فرزیایی عزیز، ما واقعا موندیم. من واقعا خودم هم بعضی وقتا میمونم. ما بعد این همه سال رفاقت با هم تلفنی حرف میزنیم، زنگ میزنیم، نمیدونم بگم عمو پورنگ یا بگم داریوش جان. خودت با خارج از کارت با کدوم راحت تری؟ قطعاً با داریوش فرزیایی، چون اگه داریوش فرزیایی نبود عمو پورنگ به دنیا نمیومد که. کاملا درسته. پس اگر میگم داریوش جان که پس درست دارم میگم. شما بزرگواری. ولی بیرون همه میگن عمو پورنگ. آره، البته الان دیگه جدیدا میگن داریوش فرزیایی. آقای فرزیایی میگن. چرا شبیه این دکترا شدی؟ خواهش میکنم. مشکلی دارید؟ آره. حلش میکنم. درد دل دارم. به خودم بگو عزیزم. داریوش جان، همین اول یه خونه رو نگاه کن. به نظرت خونه من چی کم داره دفعه بعد بخرم بذارم؟ اگه تو بودی چی میذاری؟ مثلا دکوری چیزی به نظرت کم و کم؟ تو گفتی خریدنی، من دیگه دستمو بسته. غیر از اون یخچال به نظرت یخچال کم داره؟ یخچال کم داره. بذار بنویسم. یشغال. همه چیش خوبه، ولی من احساس میکنم آباژور دارین؟ آباژور؟ آباژور ندارید؟ ندارم. یه آباژور خوشگلم باشه. یه دونه اونجا تقریبا چیز هست. نه اون آباژور نیست. اون نیست. پس اون چیه؟ اون کاوادور. پامادوره. قبل از اینکه سوالای خودم رو شروع کنم، حال مادر جان چطوره؟ ما میدونید که یه ملت ایران همیشه نگران حال مادر عزیزمون هست. انشالله بهتر میشه، ولی خب یه روند کهولتی که داره به صورت طبیعی طی میشه و من باید قبول بکنم و من فقط میتونم بگم که سعی میکنم در نگهداری و هر خدماتی که باشه انجام بدم به بهترین شکل ممکن. شما که کارت درسته واقعا. خدا سایه‌اش بفرمایه. آقا داریوش یه سری عکس ازت همین اول بگم پخش کنن یواش یواش، چون قراره با هم بازی هم کنیم، فقط گفتگو نباشه. اصلا مدل شب آهنگی نیست. عکس شخصیه؟ شخصی اونجوری نه. عکس منم در اومد. تکی خودته. تکی خودته. فکر کنم عکس منم در میخوام که خودت رو هر عکس یه کپشن براش بگی. با وقتی که شروع کنی. وقتی که داریوش جان عکس رو دیدی وقتی که اینجوری شده بودی یا اینجوری شده بودی؟ بریم اینا. تصویر اول رو ببینیم. وقتی که به شدت دل درد داشتم، صادقانه میگم. آی میدیل. میاد بشه. وقتی که به شدت دل درد داشتم. دل دردت مربوط به چی بوده مثلا؟ زمانی بود بیرون روی داشتی یا نه؟ من همیشه در میادم، بیرون نمیرم. خدمتتون عرض کنم که این دل درد زمانی بودش که چکمو دیر بهم داده بودن. چک دیر میدن دل درد میشی؟ دقیقاً. من قلب درد میشم. نه من دل درد میگیرم چون عصبی میشم. تصویر بعدی وقتی که خودمو نمیشناسم. نه این من نیستم. اون مشکی پوشیده؟ من نیستم. چقدر ریش ولی بهت میاد. ولی یه داداش اون ریش و اون سیبیل بله وجود داشته، ولی خب صادقانه عکس خودمه. آره این منم. این همه تغییر. این چند سال پیشه؟ این مال سال 73. الان جوان‌تر از اون موقعی. وقتی که من این شکلی بودم، داریوش فرزیایی بودم. وقتی که دلتنگه. آره. بعدی یه دست اینو اینقدر از این کارا با خودش میکنه داریوش. اینو به جان خودم یکی از فامیلای دور ما این شکلی بود زمانی که عصبی میشم. من به تو نگفتم. اینه وقتی که این نفر رو دارم شماتت میکنم یا یادآوری میکنم مطلبی میاد بهش، ولی واقعا آره داره شماتت میکنه. آره. ولی آدم مهربونیه. داره شاکرتم. قربونت. به افتخارشون. باریکلا. تا حالا شده داریوشان جایی بری عمو پورنگو نشناسن؟ یه جایی بری یه کاری میخوای، مثلا بانکی جایی یه کاری تو انجام بدی، ما عادت میکنیم این به این لطف مردم دیگه. مثلا یه جا میری مثلا میری میگی که آقا مثلا من در نگهبانی میخوام بیام، طرف نمیشناسه. آره. میری مثلا بانک، طرف مثلا میگم نه واقعیت این برات پیش اومده؟ بله. چه حسی بهت دست داده؟ صادقانه بگم شعار نمیدم، ولی یه لحظه خیلی خوشحال‌تر شدم. آخه من نمیشناسه، راحت‌تر میتونم کارامو انجام بدم برم. جدی؟ به جان خودم. نمیشناخت. چرا من ناراحت میشم وقتی منو نمیشناسن؟ چرا؟ جدا؟ آره قصه میخورم. بهت نمیخوره.
جدا؟ آره. نه من زیاد اینجوری نیستم. صادقانه بهت بگم اینی که دارم بهت میگم یه خانم دستفروش بود. نمیخواستم بهش ترحم بکنم. گفتم الان من میخوام چیزی ازش بخرم این نگاه کنه از من پول نگیره چون این اتفاق میفته. ولی نشناخت منو. گفت مادر لیف خریدم ازش. لیف خریدم. استفاده کردی؟ بله 3 تا هم ازش خریدم. میبینم سفیدتر شدی از دفعه. لیفتینگ نکردم، لیف خریدم. لیفتینگ نکردم. پاول لیفتینگ کردی. آره بعد گفتش که مادر اینو برده خیلی بهتره. گفتم مامان این اینطوری گفت آره این نقش خوبه. از این حرفا خودش هم درست میکرد. ولی نشناخت. من قشنگ پولیش هم دادم، خیلی لذت بردم، خیلی کیف کردم. نشناخت. داشتم میرفتم اینجوری نگاه میکرد ولی به ما به جان خودم نشناخت. ولی فکر کنم اینکه من 3 تا لیف خریدم تعجب کرده با هم. گفت 3 تا لیف میخواد چیکار کنه؟ من این سوالو توی شباهنگ قبل خیلی میپرسیدم در مورد جنبه و شوخی. خب میدونید بینندگان عزیز عمو پورنگ خیلی شوخی میکنه با همه. من تو اون کاری که افتخار داشتم در کنار دوستان بودم و دوست داشتم واقعا یک اثر از خودم در ژانر کودک به جا بذارم به احترام پسرم و همه کودکان سرزمینم که نقش دایی عمو پورنگ رو با افتخار بازی کردم و این تجربه رو به یادگار تا آخر عمرم نگه می‌دارم. پشت صحنه خب بچه‌ها استراحت می‌کردن، فیلمنامه می‌خوندن، ولی نمیدونید که آقای فرزیایی چه می‌کرد با بازیگرا، چقدر اذیتشون می‌کرد، چقدر باهاشون شوخی می‌کرد. خودت اینقدر شوخی می‌کنی، با شوخی کنن واکنشت چیه؟ اگه شوخی باشه که واقعا شوخی قشنگ باشه ناراحت نمیشم، ولی اگه شوخی بد باشه ناراحت میشم. شوخی بد این مرزو کی تعیین میکنه؟ یعنی خط قرمزت کجاست که میشه بد؟ نوع برخورد من تعیین میکنه دیگه. یعنی من الان بیام من طرفدار شما، خب مثلا یا دوست شما، بله، چه شوخی کنم از دستم ناراحت؟ مثلا فیزیکی یا حرف بد؟ نه دیگه. اینا ناراحت نمیشی؟ من نه ناراحت نمیشم. تو فیزیکی میخوام من مثلا چیکار کنی با من فیزیکی؟ نه تو الان با من فیزیکی میخوای چیکار بکنی با من؟ خجالت بکش زنه بچه داری. آقا میگم دیگه چی؟ من همین مثلا این شوخی. نه با اینکه شوخی نمیدونی طرف کم داره. نه خدا یکی بیاد آقا الان این شوخی بدتر بود که. نه خب خدا وکیلیه که این کارو بکنم. من که ناراحت نمیشم. من میگم خدای شفاش به این چه کاری کرده. قربونت برم. من قربونت برم. پس این شوخی ها ناراحتت نمیکنه؟ نه بابا این شوخی که نه. کسی حرف بد بزنه تو شوخی چی؟ حرف بد من دوست ندارم. آفرین. من صادقانه من میگم ببین اصلا خنده خوبه، شوخی خوبه، همه اعتدال داشته باشه، ولی حرف بد دوست ندارم. مخصوصا جلوی بچه‌ها. در مگه حرف بد زدم که دارم چیه؟ درست گفتم. اینا درست گفتم. خب ما متوجه شدیم الان یه لحظه کات دادیم که شما واقعا مخصوصا جلوی بچه‌ها خیلی رعایت میکنید. آقای داریوش خان، بله فوبیات چیه؟ ترس زندگی چیه؟ ترس معمولی که معمولا مثلا من تا یه مدت واقعا ترس از هواپیما داشتم، الان ندارم. ترس از ارتفاع داشتم، الان کمتر شده. یه ترسی دارم که دیگه همه میدونن، اونو دارم. چیه؟ جوجه اینا، پرنده میترسم واقعا. جدی میترسی؟ آره از پرنده خیلی جای من میشه که پرنده چی میگه؟ آره گفتم دیگه همون گفتم اگه تو قفس باشن اشکال نداره. نه اون پرنده کوچیکا بود که تو قفس گذاشته بودن به خاطر نقش. از موش؟ اتفاقا الکی نگو. نه چون برام کادو آوردی یهو یادم گفتی موش، خیلی بیره. حالا چی میگی ماهی رو ندی موشه بخوره؟ برات منم کادو گرفتم. چی گرفتی؟ اردک تک 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 تک. باریکلا چه خوبه. چون داروشم میدونستم برای من لطف میکنی هدیه میاری ولی واقعا نمیدونستم ماهی میخوای بیاری. گفتم من قبلش به بچه‌ها گفتم که من میخوام یادگاری به عمو پورنگ داروشان عزیزم اینقدر اردک تک تک تو اردک رو به ما. من واقعا نمیدونستم اردک چیه. تا وقتی که آهنگ شما رو شنیدم. جدی خودکار نمیدونی خودکار چیه؟ ناقابله. متشکرم دست شما در اسم اینه چی میذاری؟ چون میدونی عمو پورنگ با آدمای با موجودات خیالی حرف میزنه. هنوز حرف میزنی؟ دقیقاً. جدی؟ ها میتونن نگاه کن. بگو. عزیزم اسم شما چیه؟ اسم من اودی. اودی؟ آره اودی. برای حامد یه حرکت انجام میدی؟ بله.
حامد جون حامد جون. این چه حرکتی بود؟ حامد از این حرکت رو خیلی دوست داره. اودی جانم عزیزم. جون اودی خوبی؟ اودی شنیدم 2 پرس از من خوردی. میتونم بیام ماچت کنم اودی قشنگم؟ نه چرا؟ دوست ندارم. اینم دوستای اودی. این بچه‌هاش. آره این دوستای اودی. حالا حامد یه مطلب من بگم. جانم. همه این اردک تک تک رو یه جورایی من رو با اون میشناسن. بله. ولی صادقانه با هم دیگه بگیم اگر منو با این آهنگ میشناسی پس تاثیر خودش گذاشته. بله. این آهنگ نه. شما رو با این آهنگ نمیشناسن، شما رو به واسطه سالها کار و ساخت چون و اولین اجرا کارم بوده. بوده. ولی اردک تک تک آهنگی شد که از شما ماندگار شد برای کودکان خانم و بزرگترها هم گوش دادن. بله خانم قاسم‌نیا که شاعره و مؤلف کتاب کودک هستن این بله. شعر رو نوشتن. من صادقانه بخوام بگم حالا بعضی میگن خب چرا اردک تک تک؟ چون من این تکه کلامم بود به بچه‌ها میگفتم این جمله رو 3 مرتبه تکرار کن. بله. اردک تک 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 اردک. ایشون از تکه کلامای من اشعاری رو نوشتن که بعداً به صورت ترانه در اومد و گفت این اشعار موندگاره. در قندون لب خندون اردک تک 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 اردک. و به نظر من خیلی هم قشنگم بود. آقا داریوش چقدر خودتو اول بگو میشناسی؟ چون هر آدمی اول خودشو خیلی خوب یعنی بله خیلی خودم خوب میشناسم. حالا که خودتو اینقدر خوب میشناسی یه سوال چالشی ازت بپرسم. نه به لحاظ قیافه، به لحاظ همین شناخت، اخلاق، منش، رفتار و همه اینها حاضر بودی با یکی دقیقاً عین خودت ازدواج کنی؟ چه سوال سخت و در عین حال خوبیه. چقدر سوال خوبیه. یعنی یه آدمی که خانوم باشه عین خودت باشه، ولی یعنی عین خودت حالا مهربانی داشته باشه، خواهش میکنم، یه سری خصوصیات اخلاقی حتی بد داشته باشه، آیا حاضر بودی باشه ازدواج کنی بی تعارف؟ بدون تعارف. اگر گیر می اومد و اگر مثل محمود آره. این برای خودستایی نیست. یعنی با خودت مشکلی پیدا نمی‌کردی؟ نه، چون خودمو میشناسم. یعنی خودت اخلاق‌هایی داری که اگر نفر مقابلت داشته باشه برات اوکیه و جذاب. دقیقاً. آها، خیلی دقیقاً. اینو من از روی غرور نمیگم، ولی اگر بود مثل خودم بود 100% این کارو میکردم. مطمئن باش 1 دقیقه هم. پس هنوز پیدا نشده. شوخی نیست ازدواج، یه مقوله بسیار پیچیده‌ایه. بعد زندگی پیچیده است. ببینید من نمیدونم صادقانه بگم تو زندگی شما چی میگذره. من با توجه به فراز نشیبایی که داشتم و دارم و با توجه شرایط مادر داره خیلی سخت مقوله ازدواج به همین راحتی، ولی دوست دارم برای همون میگم اگر کسی مثل من بود قبول میکردم چون مطمئنم شرایط من رو درک میکرد. بله، این خیلی مهمه. دم شما گرم. چاکرم. ویدیو ببینیم. سپونه جانه کوچه بعد از صدا رو میزنه کوچه هوتا دست چیه نمیشه. اینجا داره به مادرم میگه فاطمه جی، یعنی خانم فاطمه به شما سلام میکنم. گفتن آخه اسم مادرشون هم لطیفه فاطمه است. خدا رحمت کنه. مادرشون چیه؟ لطیفه فاطمه. لطیفه فاطمه. بله، مادرشون فوت کرده. و وقتی من گفتم اسم مادر من فاطمه است، به انگلیسی به مادر من سلام کرد و به نوعی ادای احترام کرد. خب واقعا منم طرفدار شاروخ خان بودم اون موقع که فیلم هندی، الان نمیبینم سالهاست. اون موقع که فیلم هندی میدیدیم شاروخ خان برام اول بود و بعد گویندا. یعنی گویندا رو خیلی دوست داشتم، مدل حرکات موزونش. البته گویندا قدیمی‌تر از شاروخه، تقریبا توی یه ذره قدیمی‌تر بود، ولی من شاروخ خان رو اول دوست داشتم و بعد گویندا رو دوست داشتم. تو خانوما هم کسی رو دوست نداشتم واقعا. تو خانوما دوست نداشتی؟ نه. پس چرا گفتی اون سری من؟ نه بازیگر آره دیگه. یه سری رو دوست دارم. نه شوخی میکنم، واقعا هم همینطوره. کجول رو دوست داشتم. کجول این که اینطوری بود؟ کجول کجول که نه کجول گم. خب بینندگان عزیز، حضار محترم، همچنان در کنار داریوش خان فرزیایی هستیم. قراره بریم اونجا آشپزخونه بازی کنیم. اگر شد چون یخچال ندارم ماهی رو خودش بالا آورده، خودت باید پوست بکنی، خودت باید درست کنی، سرخ کنی. ببین نه دروغ من نمیگم. نمیتونی؟ من ماهی آوردم بلد نیستم. نه باید انجام بدی، من حالیم نیست. باید نداریم که نه بریم یه کاری بکنیم دیگه. یه کاری بکنیم. میریم اونجا آشپزخونه، مغازم ظرف بشورم. بچه‌های موزیک آماده اید؟
بریم سمت آشپزخونه پر انرژیا با حالا دستا. ما اومدیم اینور که ببین دوستان زحمت کشیدن. شما بیایید ببخشید. خواهش میکنم. زحمت کشیدن، خودشون رفتن اینو درست کردن. ماهی رو درست نکردن ها، فقط ماهی رو خورد کردن. این همین کاری بود که ما نمیتونستیم. عزیز من ما چه میتونستیم. خوشگلم خورد کردن. بله قطعا پای یک زن در میان است. البته با دست این کاره که با پا اینو نمیدونم. ما قراره اینجا یه بازی داشته باشیم با آقا داریوش. بازی که تنبیه داره ولی همزمان میخوایم ماهی هم سرخ کنیم. دیگه سرخ کردن رو که بلد هستی. عزیز من بلدم. اون اولش نخواستم رو کنم به خاطر که از زمان استفاده کنیم بیشتر بیایم با هم دیگه گپ بزنیم. قربونت برم. مواظب باش. آخه صدته خدا ترا گرما بده. کی دست درد نکنه. چاکر. خیلی خوبه. آقا خدمت درس کنه. صبر کن. به جان مادم آقا بچه پر این کی بود؟ این تو بود؟ این کی بود؟ خونه ما آدم چرا هست؟ من در جریان نبودم. تو اصلا همه فتنه‌ها میره سر توه. فکر می‌کردی از تو گاز آدم در میاد. از تو گاز. خیلی فکر کردم که این دفعه از کجا آدم در میاد. اینو من نشون بده جون من. جای ما اینو بپزمش. به افتخارم این با جنبه دست بزنید. شما روغنو برید. مایتابه مرد انقدر داغ شد دیگه. اشکال نداره. تفلون خوبی هم هست. دوستان اگر از برنامه ما این تفلونا رو سفارش بدید. خدمتتون عرض کنم که فقط این وسایل می‌بینی خریدم. حالا قراره جزء تنبیه و تشویقمون باشه. اینا رو من چون تو مسیر تو ترافیک بودم میدونستم دیر میرسم. اینا زودتر از من رسید. بگو چطوری؟ اوکالا. پلتفرم اوکالا زودتر سفارش دادم که یه وقت من معطل این وسایل نشیم. برای همین تو نیم ساعت وسایلمون رو به دستمون رسون همه خریدارو. آقا چی بود اسمش؟ اوکالا. اون بالا. نگاه کن. آره اوکالا اون بالا. عزیزم خب دستکش من کو؟ دستکش برای چی میخوای؟ من نه نمیشه راست میگم. معذرت میخوام. ما تمیز کار میکنیم. اجازه بده. الان روغن به نظرت کم نریختی؟ من احساس میکنم روغن آخه من ببین خودم زیاد اهل روغن نیستم. سعی میکنم کلسترول. حالا ما برنامه‌مون که آشپزی نیست ولی نترسید نگاه کنید نگاه ببین این مثلا میخواد یک آیتم رو اجرا کنه خودش آتیش بیار معرکه است. خوبه من برنامه آشپزی نمیسازم. بلد روغن رنگش عوض شد به خدا. وای مردم. روغنش سوخته است. آفرین که نترسیدی. نه من اصلا به خدا من یه نیمرو درست کنم آتیش میگیرم. خب آقا ببخشید چی می‌خواستی؟ روغن بریز. من روغن میریزم. ما از رو نمیریم. شعله میگه کم راست میگه دیگه باید کم کنی. آقا چرا اون یکی رو کم میکنی؟ نه اینا کم شده اینا کمش کردم برای تهیه ماهی. اگر میخواید زنده بمونید به ما نسپارید. اول اینکه ماهی خیلی خوبه بسیار برای کسانی که ناراحتی قلبی دارن کسایی که کلسترول دارن ماهی خیلی خوبه. آقا من ماهی نمیخوام. ماهی کو هستن؟ چرا اینجوری میشه؟ ولش کن. خب آقا
با اون برداشت رو زمین. دوستان عزیز، ماهی به ما نمیسازه، ماهی رو میذاریم اینجا. پس خاموش کنم دیگه؟ نه، روشن بمونه، ما تا آتیش نگیریم بی خیال ما نمیشیم. نه خاموش کنم واقعا. آره بابا خاموش کن. ما نیمرو میخوریم، امروز رو با نیمرو میگذرونیم تا فردا. خیلی خوبه. خب بفرمایید. مسابقه رو شروع میکنیم بین من و عمو. اینو بردار، از این استرس دارم. وای 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 وای. مسابقه رو شروع، چه بو سوختگی میاد. مسابقه رو شروع میکنیم، تحمل در بوی سوختگی. بفرمایید. یه سری مطالب میاد. خب داروشان کجا؟ اون بالا، اون LED اون بالا. از اون بالا مطلب میآید؟ از اون بالا مطلب میآید. یکی دونه مطلب میآید. خب بسته، خیلی خوب. اینا آماده انا؟ خیلی آمادن. همه‌شون هم عروسی برو. شما باید تشخیص بده که اون مطلب الکیه یا درسته. خب بله. اگر درست گفتی یه چیزی از اینا میریزی تو بلنده مخلوط کنه من. بله. اگر غلط بگی من یعنی آخرش هم بعد 5 تا سوال خب مخلوط میکنیم و میل میکنیم. هر چی رو؟ چیزای عجیبه، شکلات توت فرنگی، روغن زیتون، سرکه از سس، ببینم به شیر انتخاب یا خودمون بسفس. دیگه. به انتخاب خودمون. شما برای من انتخاب میکنی، من برای شما. خدا وکیلی خوب انتخاب کن. من توت فرنگی و شیر. نه دل درد میگیرم، واقعا من اگه بخوام بخورم دل درد میگیرم. منم نیتم همینه. اولین مطلب برای عمو پورنگ. بفرمایید. یکی از غذاهای محبوب هند سیب زمینی گندیده است. آیا این الکیه یا واقعی؟ الکیه. الکی. آخ واقعی باشه. آخ واقعی باشه. واقعا یکی از غذاهای محبوب هند دوستان عزیز سیب زمینی گندیده. تو هند رفتی؟ من نه. اون کسی که این سوالو طرح کرده هند رفته؟ نه. حتما گندیده بهش دادن که. شروع میکنم. اولین تنبیه. بفرمایید. برات قارچ میندازم. اون قارچه؟ بسه دیگه آقا. میخوام چون ماهی نداریم اونو غذامون باشه. خب مطلب منو برام بیارید دوستان. ببینم. تو هند هم هندیه. من میگم تو هند این مال منه، این مال منه. شما بخون ولی. تو هند پلیس های سیبیلدار حقوق بیشتری میگیرن؟ الکیه. آخه پلیس چه رفتی داره حالا سیبیل داشته باشه یا نداشته باشه؟ حالا ببینیم دیگه. الکیه. واقعا هند چه کشور عجیبیه. آره. پلیسای سیبیلدار حقوق بیشتری برای چی باید بگیرن؟ بوشو من میبینم تو فیلم ها پلیس همه سیبیل دارن. دقیقاً. خب بریز برام. من برای شما بریزم بی زحمت. شما قارچ برای من ریختید. من توت فرنگی میریزم. من آدمی هستم که دل بزرگی دارم. توت فرنگی. اتفاقا توت فرنگی خیلی دوست دارم. جدا؟ آیا با توت همینجا توت فرنگی بریز همش باشه؟ باشه. شما همونجا بمون. شما همونجا برای من بریز. منم برای شما دیگه. چرا حجاب عوض کنیم؟ بفرمایید. برای عمو پورنگ. در هند معتقدن دخترانی که دندانهای نامرتب و کج دارن جن زده شدن. واقعیه. واقعیه. بله. واقعیه. واقعی. باریکلا. برای من بریزی. بامیه با توت فرنگی. دوست دارم دل درد بگیری شدید، چون خودم گفتی من دوست دارم. ولی من چنین آدمی نیستم. من عمو پورنگی من ولی رحم نمی‌کنم. باشه رحم نکن. مهم اینه که من کارمو درست انجام میدم. هویج با توت فرنگی خوردید تا حالا؟ میریزم. هویج خوبه ولی خیلی نامتعارف نیست. و یه مقدارم سوال من. کرفس هم میریزم. دو تا چیز انداختی. نه دو تا چیز نباید بندازی. قانون مسابقه اینو ایجاب نمی‌کنه. حالا خودت نکش. طلاهای زنان خانه‌دار هندی 11% از طلای کل جهان را تشکیل. یا خدا. اینو دقت کن، خیلی مهمه. الکی دیگه. یا خب ببخشید من دیگه آقا دیگه اینقدر دیگه حالا چون برنامه خودتی دلیل نمیشه که هوا داشته باشن. برای همین من این ماده رو میریزم در این. اون زهر ماره واقعا. نداره. سس گوجه است. با توت فرنگی؟ چه میدونم بخور. ای خدا اینو بده. عمو پورنگ اشتباه بگه من یه چیز خوشگل براش برید. گاوهای هندی دارای شناسنامه عکسدار هستند. این
این علکیه. این علکیه. علکیه علکیه. واقعیه. نه علکی گفتی علکی. آره علکی. آقا شیر رو ریخته روی این کرفس رو. کار ندارم. من چون قارچ ریختم شکلات میریزم. اون همه درد بگیری تو، اون همه شکلات خوشمزه. اون همه شکلات. خب نوبت منم میشه. منوی ویژه سرآشپز. خب مال منه، بخونید برای من. 53% خانه‌های هند توالت دارند. یعنی فقط 53 چه؟ اون 47% بیرون. علکیه. بیشتر از 5. علکیه. یس. علکی درسته دیگه، نه علکیه دیگه آقا. آقا علکیه دیگه، درسته دیگه. من گفتم. نه من سوال گفتم من بود. سوال شما نبود. برای خودت میریزی؟ موز دیگه. خب بریز. دل درد بگیری حامد. نگاش کن موز ندیده. نگاه کن. قسمتت هم نه چرا موز؟ روغن زیتون با درش. روغن زیتون با درش. شیشش خورد میشه. سوال بعدی. سوال منه. یعنی از اینجا بده اول برید دشوری. بگو. در یکی از قبیله های هند برای مرگ جشن میگیرن و ببرای چی؟ ببرا نوشته. و برای عروسی عزا. واقعیه. آفرین. حالا من. یعنی عروسی میکنه طرف با شوق و ذوق میخواد بره خونه بخت براش عزا میگیرن. آن چه عروسیه؟ چی ریختی برام؟ صبر کن. به قیافت یه دور بزن ببینم. خیلی خوبه. قیافت میخوره خیلی خوبه. صبر کن. شیر. بعدی این کی میخواد بخوره اینا رو؟ آره. غذای مورد علاقه شاهرخ خان بستنی است. کی بود اونو شما گفتی؟ بله اونو من گفتم. نوبت منه؟ بله. علکیه. واقعیه؟ علکیه. درست گفتی. برای من بعد میرختی ها. شیر میریزی؟ خب شیر و روغن زیتون دوستان عزیز بهترین غذای عمو پورا. وایسا. سوال بعدی. خب بفرمایید. بازم داریم؟ فکر کنم تموم شد. نه دیگه به من رسید تموم شد. نه خیلی سوال بعدی خودم تعریف کنم. بزن بچرخه. 5 تا بزن بچرخه. یه ژله بده میز 2. نه دیگه. آماده است مال ما. آقا بسته دیگه. مال ما آماده. وای چه خوشبو. چه بریم لیوان. عزیزم قربونت برم. من چقدر دوست داشتم تو امشب مهمان یکی از بیمارستان ها باشی. لجن بهترین غذا برای چرا مال من نمیاد؟ از بالا باید برسیم. اونجوری که شما غلیظ کردی هرچی کسافت بود دکودی هنه درون. نمیخورم. پسرم عزیزم تو با چرا درد بگیره. بیا یه قلم باد خدا وکیلی. آره ببین
آقا واسه من زشتم هست. جدی؟ چسب نگاه کن. اصلا این چیه که پایین نمیاد؟ اینو باید بدیم چیز دوتا آجر بذاری میچسبه قشنگ. سه یه قلوب حتی. آقا دوستان بچهای نویسنده این بازی دیگه کنسل ها. دوستان مهمان یه بار میخوره، من مگه رودم و معدم اثر راه پیدا کردم. در عوض داری پول میگیری. تو اون شب آهنگی پدرم در اومد. اب نداره. بیا. حامد درد بگیری تو حامد. من حاضرم ماهی خامو بخورم اینو نخورم. خیلی بدمزه شد. چی ریختی توش مگه؟ از خونم چیزی آورده بودی؟ آره حامد این چی بود حامد؟ خیلی بدمزه بود. جدا؟ خیلی بدمزه بود. بهتره. جدی؟ به خدا بیا بخور. خب دوستان عزیزم همچنان با آمپولنگ هستیم. ما یه سرویس بهداشتی بریم و واقعا جدا یه قرص بخوریم، یه دونه از این شربت معده ها بخوریم و برگردیم با انرژی. تازه کار داریم با هم، کارهای خفن میخوایم به هندوستان هم سفر کنیم. به افتخار خودتون. بعد از اتفاقاتی که در آشپزخونه برای ما افتاد، همین که سلامت اومدیم بیرون، هم احتمال آتش سوزی داشتیم، هم احتمال زخم معده. خودسوزی هم داشتیم. همه چی داشتیم اونجا. یعنی البته همش من و شما نشون دادیم داروشان که به درد آشپزخونه نمیخوریم. نمیدونیم که ماهی من چرا ولی شما قطعا نمیخورید. شما چرا؟ آره. مثلا شما چه برتری در اون ماهی نسبت به من داشتی؟ عزیزم همین که من مهار کردم و آتیشو و شما در میرفتید. اینو راست میگی. اینو دیدی خدا وکیلی؟ بعد من فوبیام آتیشه. اصلا آدم آتیش بیار مرکه است. بعد جالبه میدوید فرار میکرد، منو گذاشت آشپزخونه نمیگفتن تو هم بیا فرار کنیم. وای فرار در رفت من موندم. بازخواهی میکنم از شاکر شما. بازخواهی میکنم. من یک شعر سخت براتون میخونم، فارسی سخته. شما ببین متوجه میشی که این چه ترانه‌ایه یا چه شعریه. بفرمایید. خواهش میکنم. پاکیزه است پوشش ظرفی که مظروف آن اثر نیشکر چون سفت گردد است. خوشنماست کناره دهان از بالا و پایین و از اندام سخنگویی است به حالتی که گشاده است. خودم هم نفهمیدم شما. همون خواستم بگم شما خود متوجه نه ولی باید شما متوجه بشی. من اصلا متوجه نمیشم. واقعا متوجه نشدی؟ نه میشه سریع این آهنگو خودتون خوندین؟ من خوندم. دقیقاً این چیزی که من خوندم اینو شما خودت خوندی. برو آقا. به خدا. حامد یه بار دیگه بخون ببینمش. پاکیزه از پوشش ظرفی که مظروف آن عسل نیشکر چون سفت گردد است. خوشنماست کناره دهان از بالا و پایین از اندام سخنگویی است به حالتی که گشاده است. آها خیلی خوبه. الان من بگم این کدوم ترانته؟ بفرمایید. تمیز در قندون قشنگ لب خندون. آها این معنی که شما کردید. دقیقاً معنی این چیزی که من خوندم اینه. تمیز در قندون. ببین پاکیزه از پوشش ظرفی تمیز در قندون قشنگ لب خندون. خوشنماست کناره دهان از بالا و پایین. صبر کن خودت خوندی؟ بله. حالا ما اومدیم سختش کردیم. بردیم به 100 سال قبل. عزیز من 100 سال پیش چیه؟ چرا قدر الکی مغلطه میکنی؟ قربونت برم. تمیز در قندون قشنگ لب خندون. در پاکیزه از پوشش ظرفی که مظروف آن عسل نیشکر. اینو بابا اینو کی گفته؟ عزیز خود اضافه. در قند بعدی رو بگم. بگو. بعدی هم آهنگ خودته. حالا بگو. آخه نداشه من توضیحشو بدم. مقابل راست مقابل راست مقابل راست مقابل راست. به خدا خودت خوندی. مقابل چپ مقابل چپ 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 راست 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 ایران وطن ماست. با همینه. چپ چپ راست 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 ایران
ایران. ولی بذار من بقیه‌شو بگم. بگو بذار بازم بگم. این ایران وطن ماست هم اینجوریه. فلات وسیع آسیای جنوب غربی محل اقامت شخص و جایی که در آن شخص به دنیا بیاید ماست. بالا 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 کوه بلندش البرز است، قله تیزش آن بالاست. خب درست گفتم دیگه. شما اگر خدای نکرده آلزایمر بگیری بله. یا من آلزایمر بگیرم، مثلا من الان آلزایمر گرفتم، بله. من اینجا نشستم هیچ چی یادم نمیاد. بهت نمیاد. نه مثلا اشکال نداره. هر چی خدا بخواد صلاح ماست دیگه. خب خودتو چجوری به یاد من میندازی؟ یعنی میای میگی من عمو فلانگم، میگم برو آقا برو، من نمیشناسم. تنها چیزی که میتونه منو به یاد تو بندازه این کارو میکنم. دوربینا بگو. میگم منم. اوه عمو فلان تویی؟ خوب شد؟ آره اینجوری میشناسم، یعنی اون تصویر خودتو میبینم نمیشناسم. عکس رو تیشرتو میبینم میشناسم. واقعا همینطوره. آره خیلی خوب. ولی ان شاءالله که آلزایمر نگیری شما. موافقید عمو فلان بخونه برامون؟ خواهش میکنم. آفرین که اینقدر پایه‌ای. واقعا مهمانی که در اون 60 قسمت قبل شب آهنگی واقعا از صمیم قلب دوست داشتم مهمان ما باشه، به خاطر پایه بودن، جنب بالا بودن، اهل شوخی بودن که اصلا مال فضای شب آهنگی خودت بودی که مرسی که اومدی بالاخره. دمت گرم. خب عمو فلان جان هندی بخونی که چه بهتر به نظر من نظرم. بله خب من دلم اونوره میخونم. دلت اونوره چون یه باز ببین نمیخوام بگم بابا میگم دلم اونوره. TNT هم اومدی در موردش صحبت کردی. اون دختری که دختر عمه شاروخ خان میشه. نه من میخوام بدونم چه اشکالی داره. خیلی اصلا کل ایران ذوق میکنه، کیف میکنه که شما حالا ازدواج کنید، مثلا شخصی به ما هیچ ربطی نداره، ولی میگم دلم اونوره. خب آقا هندو دوست دارم دیگه، چه ربطی داره؟ هندو فقط. بله هندو. به خاطر شخص خاصی نیست، با محتویاتش. عزیزم پس برای همون به خوشحال شب آهنگی رو دید، ما زیرنویس هندی میریم براش. حتما. हमको हमें से चुरा लो, तुमसे कोई हम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर दूर से हो न जाए, बासावो गले से लगा ले, من تیرا قش کنم حامد، از ته دل ترا میخوامد. حامد جانم من ترا میرم. اینا به عشق خودتون دیگه. متشکرم. قراره که بریم اونور یه اتفاق خفنم اونور رقم بزنیم. خب ولی قبلش بله دلم نمیاد که الان بریم. دوست دارم یه کار بامزه‌ای که میدونم بیننده‌ام دوست دارن، گاهی وقتا در شب آهنگی گذشتم انجام دادیم، با هم انجام بدیم. بفرمایید. یه فیلمی پخش میشه ایرانی، خب و فیلم خیلی جدی هم هست. آها. ما بیایم روش دوبله کنیم ولی هندی. آها. موقعیت هم اینه که این بازیگرا اومدن یه چیزی بخرن، از راه دوری اومدن، مثلا کوبیده اومدن بخرن، آشپز میگه کوبیده تموم شده و قاطی میکنن. خوبه. ولی با فضای هندی شمالی هر چی دوست داریم باشه دیگه. بعضیشو من واقعا بداهه میخوایم بریم، من فقط گفتم فیلمشو آماده کنن. آقا خانوم بود آقا بود بگیم، قاطی پاتی بگیم. باشه. یعنی مشخص نیست کدوم توی کدوم منم. انتخاب خودمونه. نقش اصلی رو شما باش. آره به نظرم بریم بارو ببینم. از دوش من بردار. بریم. بی صدا میخوای خانم شما باشی آقای من؟ فرقی نمیکنه. ببین آقا من از روز اولم بهشون گفتم من نمیتونم آشپزی کنم. مگه غیر از این بود ها؟ یه چیز خودت بگو. خب بگو، حرف بزن. لال که نیستی داری نگاه میکنی اینجوری چپ چپ نگاه میکنی. حرف بزن دیگه. من حرفی ندارم. چطور میشه یک زن در ببین سب کن حرفی ندارم نمیشه. کله تکون میگه نگه حرف من بزن، اجازه نمیدی من حرف بزنم. من میگم من آیا اجازه یه نمیدم. ماهی
صحبت کن. تو حرف بزن، من اجازه اینا نمیدم. یک انگشت من گاز گرفتی. با خاک سرم من. رفتی با خونه مادرت اینا. من. شب آقا من خواب غذا آقا میخوام. دروغ داری میگه. همش اجازه بده. آقای قاضی باشی شما مالک آقای قاضی ببینید من 2 تا بچه تحویلش دادم. نه خیر تربیت نکرده. 2 تا بچه بی تربیت. بی شور. برای که ایشون فقط دنبال کارهای خودشه. از صبح باشگاه نمیدونه میره پیاده روی، میره نیم چسافسم میکنه. وای خجالت بکش. چسافسم من میکنم. من به خدا ببین تو کیفم ببین یه قرون پول ندارم. فقط ببین فقط پرونده های کسبتکاری آقا دست منه. نگاه کنید چرا اختلاس تاریخ تحریف میکنی؟ بنده خودم آدم فرهنگی هستم. خط نشون به اون نشون که این دوتا اینا دروغ میگه فرهنگیه. نگاهش کن قیافه‌شو. این گوجه فرنگیه. میذارم تو دهن تو. به من دهن من میخوای بزنی؟ خودت میدونی من تو زندگی چقدر پد وایستم. آقا فقط نگاهش کن قیافه‌شو ببین. نگاهش کن این خیار سبز میمونه. نگاهش کن. من تو رو دوست دارم. منو دوست داری؟ آره من. تو منو دوست داری؟ من بله. دروغ میگی نداری تو. من دارم. دروغ میگی. به مامان خدا وکیلی دارم. آقا چی بگم؟ ادامه بدیم زندگیمونو؟ من ادامه نمیدم. من میگم بریم یه سینما با هم دیگه. فعلا بیاین پرونده اختلاسات جمع کن. بذار تو کیفت. باشه میذارم. برای تا کی تو کیفم بذارم؟ خدا آقای قاضی ببینش. میگه تا کی تو کیفم بذارم. چی میگی؟ خب اینقدر تو پرونده داری. بریم شمالی رفتیم. راست میگی؟ نه با مزه شد ولی خنده‌دار شد. من اصلا منتظر این صحنه نبودم. من فکر کردم اون صحنه دادگاه دعوای شاه حسینی قاطی میکنه. من اینو دیدم کلکوپرم ریخت. ولی خب زنه خیلی صداش چیز بود. آره خیلی تو خروسک مخ داشت. واقعا با جداشم ازش. خب دوستان عزیزم بعد دوبله میریم سراغ سورپرایز. شگفتانه با عموفرنگ و حضار عزیز در خدمتتون هستیم. قسمت‌های خفن مونده. یه دست جانانه به افتخار بیننده‌های عزیزمون. مانا ماشاءالله. خب خوشحالم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم لذت برده باشید. الان قراره که یک مسابقه برگزار کنیم. مسابقه‌ای که کی بهتر ادای منو در میاره. یک موزیک پخش میشه. هر کاری من کردم دوستان باید انجام بدن. به هیچ وجه تمرین نکردیم برای اینکه واقعا اونی که بهتر تقلید منو انجام میده برنده شه. داور این مسابقه هیئت جوری 1 نفره. اونم عموفرنگ داریوش فرزیایی عزیزه. متشکرم. خیلی ممنون. خوش بخیر. خب آقا داریوش بله پایان آهنگ که خیلی کوتاه هم هست شما به بهترین و بدترین رأی بدید. ما بهش جایزه بدیم. بدترین هم میدیم بچه‌ها بزنن. حتما. دوستان من ریشک رو گذاشتم و بین این همه باحال شما رو آوردم. عین من. آفرین. دستا پایین، بدن‌ها گرم. بریم. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे
सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है. بچه‌ها من شما رو ندیدم. خب خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون. نظرت چیه عمو پورنگ؟ اوه کارت رو در آورد. به هر کی عمو پورنگ کارت سبز بده برده، کارت قرمز باخته. شما تشریف برید خواهش میکنم. اوه. شما کارت سیاه تقدیمتون میشه. کارت سیاه دیگه چیه؟ این به خاطر که اصلا تکلیفش مشخص نبود این وسط چی کار است. بفهمید. خانواده عروس خانواده داماده نمیدونم. تازه من امیدم همه تو بودی. ولی واقعا یه سبز خوب بده به یک. بله ولی واقعا همینطور داشتم فکر می‌کردم. سبز این خیلی بانمک بودی. یه بار اون حرکت انجام بده. کدوم؟ یک از حرکت‌های ایشون انجام بده ببینم. نه اینجوری نه قشنگ انجام بده خواهش می‌کنم. هم موزیک ندارم. بدون موزیک. حالا من برای آفرین خیلی خوبه. چرا انقدر میخندی حالا؟ با مزه بود. سبز بله سبز. پیراهن چارخانه. ایشون بس برنده شد در واقع. ایشون برنده است بله. شما تشریف بیارید دیگه. چه رنگی داریم من؟ این بنفش برای شما. بنفش یعنی چی؟ این بنفش یعنی که خیلی خوب بود و در این حال باید تمرین بکنید. ولی اجازه بدید خواهش می‌کنم این کارتم که اصلا کلا وجود نداره. قرمز نداره. سر جاتون باشید. خدا رو شکر. این مشکلات فقط یک جا سرچشمه میگیره. از چی؟ از اینکه شما مربی خوبی نبودی. ببینید اینا همه مستعدن. این بنده خدا با اون 70 کیلو شکمش میتونه. اشکال از مربی بود. اگر این دوستان مربیشون مثلا شما باشید چی میشه؟ آها ببین مربی اینو میگن. ببین عالی بود عالی بود خیلی ممنون. بچه‌ها هفته دیگه هم جشن داریم ما. گندره. بچه‌ها عالی بود شوخی کردیم ما. شاکر. ببخشید من رو. به افتخارشون دست بزنید. باید حسام. چطور بود عمو پورنگ؟ عالی بود. گروه همو دوست داشتی؟ گروه تو خیلی 6 سال ما با هم داریم کار میکنیم. 6 ساله. بین 1000 نفر این 12 نفر برام موندن. ببین دیگه اونا چی بودن؟ اون 12 نفرم که یه دونهشون ماشاءالله. ولی دیدی به زور بیرون نمیرفتن. به خدا نفس افتادن. آخه سردستشون تویی رئیس من. دیگه چیکار وقتی سردست من باشم تیم همین میشه. مرسی از اینکه اومدی. فدات شم. بدون تعارف یکی از بهترین شب آهنگی رو خودم به عنوان کسی که اجراش میکنم عزیزم در واقع سپری کردم. امیدوارم به همین قدم
به بیننده های عزیز خوش گذشته باشه. انشالله. مرسی از اینکه اینقدر انرژی داری. انشالله خدا بهت 120 سال عمر بده. خیلی خوشحالم که دعوت شدم چون تو رو قلبا دوست دارم. مخلصم. خب بیننده‌ام که برای من بسیار قابل احترام هستن و انشالله که خاطره خوبی رو از خودم به جا گذاشته حتما باشم. همینطوره. فدات شم. انشالله بازم تو کارهای بعدی ببینمت، بازم ازت کار ببینیم انشالله، چون فدات شم. دل هممون برات تنگ شده. عشق منی، دوستت دارم، دست همتونم میبوسم. خیلی دوستت دارم. عشقم. به افتخار داریوش فرزیایی. قربونت برم. متشکرم. قربونت برم. خیلی خوشحالم. رو به این بر خودتو معرفی کن. به نام خداوند راه و سرشت، بهترین نویسنده سرنوشت مهرداد اسماعیلیان هستم از کرج. به به، چه زیبا خودشو معرفی. بینندگان جان، لختی میریم لختی میایم. خودت خوبی؟ قربونت برم. تو میکروفون حتما صحبت کن، صدای زیبا تو بشه، من ببینم چه آهنگی برای شما. به 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 به، با این آهنگ اگر این فضا رو منفجر نکنی کم کاری کردی، چون آهنگ داره این راهو باز. 120 نمو میذارم دیگه. ای بلکه 120 تو میذاری. این شما اسم کوچیکت چی بود؟ مهرداد. کوچیک مهرداد عزیز به رأی شما نیاز داره. این شما خانم ها آقایان و این مهرداد. پاسدار. سال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی دختری خوشگل و با محبت. هم سفر ما شده بود، همراهمون می اومد، به دست و پام افتاده بود این دل بی مروت. می گفت برو بهش بگو آخه دوستش دارم، بی گفتگو هرچی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه بشه، هرچی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه بشه. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. تو محشری پسر چقدر دادونی، اومدی زیارت یا که چش چرونی؟ نامحرمم بودی باهات دست دادم. نه چه صدایی ازت در اومد؟ از کجا در آوردی این صدا رو؟ برو یه بار دیگه پسر، برو. تو زواری پسر چقدر نادونی، اومدی زیارت یا که چش چرونی؟ آفرین. دمت گرم. بفهم. اجرای بدی نداشت، هر چقدر شروعش بد بود رفته رفته بهتر شد. به 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 به، اومد اصل جنس اومد. خیلی مخلصم. خوبین؟ خودتون رو معرفی کنین. به نام خدا امین پیامپور هستم. اسمت هم از روی میخونی؟ این که آهنگته میگه به نام خدا امیر. نه حسینه. یه بار دیگه اسمتون رو بگید تو میکروفون. امین پیامپور هستم. در منزل شده بخونید؟ نه اصلا. چه انتخاب عالی داشتن بچه‌ها. این آهنگ شادیه. با این آهنگم شما باید منفجر کنید. این آهنگو که شنیدی به افتخار امین جون انرژی بگیره. رفتی ولی فکر تو سر من همیشه نبوده، منو قلبمو ترسون. نگو که جداشیم که من خسته ترینم، پریشون شده بودم تا وقتی تو رو دیدم. من پسندیدمت از دور و دلم رفت از اون شب، شدم از همه آفر، شدم رود حواس جمع. یا عاشق یه چاره که دست بر نمیداره، که پاس خیلی میشینه ولی کیه که ببینه. دیدید چجوری میخوند آقا امین؟ هی میرم جلو. پسندیدم و دو یا عاشق دیگه
جانه. قربونت برم، عالی بودی واقعا، از تو همین قدم توقع نداشتم. بفرمایید. به افتخار امین آقا. خانم و آقایان، خواننده‌ای که منتظرش بودید پس از یک عمل جراحی دوباره پیش ما اومدن. به افتخارش. به نام خدا، احمد رسولی هستم. احمد آقا خوبی؟ یه خورده منقلبی؟ نه. خوبی؟ این آهنگی هم که انتخاب کردی خوراک خودته. خدایی دارم میگم دیگه، چی می‌خواستی بخونی تو؟ اینه دیگه خوراک تو، این آهنگه. آماده ای؟ منفجر کن. بریم. اگه برگردی دوباره همه میده دل تاریک میمیره، بعد از اون بی تو نشستن ها بزگی. دوربین مخفیه؟ اولا بذار دوستان آهنگ دارن میزنن، شما یه جایی برای شما میذارن که بیای تو، هی نیا تو که بعد بخواد من آماده ای؟ یه بار فرصت دیگه بدیم چون دوست دارم. میکروفون نزدیک با اقتدار. گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره هر دل و تاریک میمیره. گفته بودم اگه این چی میخونی من نمیفهمم؟ به این گندگی نوشته، به این خانایی، آخه لعنتی. بدون موزیک بچه ها، شاید ایراد از موزیکه، موزیک میره تو کلامش. عینک بدم؟ عینک داره؟ ها چرا عینکتو نمیزنی؟ من میبینم خب بچه داره اذیت میشه. بیا قربونت برم. بگو دیگه. هشتگ نه به قضاوت. ها عینکشو نزده. بیا بریم. گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره هر دل و مشکل عینک نبود، مشکل خودتی. ما رو مسخره کردی. مشکل عینک نبود، دروغگو. دوستان بیان، این نمیخونه بابا. خب بغلش یه دونه دیر رفتی. تو داری من دیوونه میکنی. دیگه بوسم نکنی ها. عاشقتم، دوستت دارم، قربونت برم. خب سری رایگیری میکنیم. میدونم بچه ها اذیت شدید، میدونم، منم ببخشید. توپولی خوش صدا. آقا امین گل. آقا رسولی. چی کار میکنی؟ بگو. آقا چند سالته؟
بهت نمیاد نگارم، بگو دوباره. همسرشون کجاست؟ خدا بهت صبر بده. خب هر سه عزیز برنده، جدی دارم میگم. آقا امین فقط یه ذره بازنده است. چون در برابر این دوتا واقعا برنده شدن کار سختی بود، از معاصرت کردن. هر سه عزیز اشتراک رایگان فیلم نت رو تقدیم میکنم، شب آهنگی ببینید، سریال‌های خفن، فیلم‌های خفن، کیف کنید، مخصوصا شب آهنگی یادتون نره، فقط قسمت خودتون رو نبینید. دمتون گرم. به افتخار هر سه عزیز دست. خیلی مخلصم، خیلی ممنونم تا اینجا ما رو تحمل کردید. امیدوارم تلاش من و دوستانم که با همه وجود بود، از همه قلبمون بود، به دلتون نشسته باشه. یه ذره ریلکس کرده باشید، یه کوچولو خندیده باشید و خستگی از تنتون در اومده باشه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. حضار عزیز، مهمونای گلمون که بی‌نظیر بودن، عالی بودن و اصلا شک نکنید بدون تعارف. خدا رو شاکرم از اینکه هر برنامه‌ای حضور داشتم بهترین ها اومدن و عشق و انرژی دادن. جای همتون خالیه. تو رو خدا به افتخار باحال بودن خودتون یه دست خوشگل بدید. بازم یه تشکر ویژه میکنم از حامی مالی برنامه اوکالا که توضیح دادم. دیدید که حتی تو اون آشپزخونه‌ام هر آنچه که خرید کرده بودم زودتر از خودم وسایلی که میخواستم رسیده بود. اونم به خاطر این بود که اوکالا از سوپرهای اطراف هر جایی هستید، محل سکونت، محل کار، میتونید از پلتفرم اوکالا خریدهای سوپرمارکتیتون رو انجام بدید. تخفیفات داره، هزینه ارسال نداره و تا 30 دقیقه محصولات به دستتون میرسه و این اتفاق خوبیه تو این ترافیک و دود و دم و آلودگی و همه اینا. دم اوکالا هم گرم. اما میخوایم با همدیگه خداحافظی کنیم با بینندگان. امیدوارم که خدا این توفیق رو به من و دوستانم بده، یک بار دیگه با شب آهنگی دیگه، مهمان دیگه، اتفاقای جذاب دیگه در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، با امید دیدار تا شب آهنگی بعدی. مخلصم. گفتم که چشات راضیه، بی خیال ناراضیه، شبو میچینیم دوتایی سفر اینجوری خودم راضیه. قلبت منو میخوادمش کرد، دلو با تو میشه جمعش کرد. ما که دیگه لو دادیم بفهمن همه مردمش کرد. جا دادیم منو تو قلبت جون بخوا حله. لطف داری شما به بنده، خوشگلی ولی هدنده. بدون من هیچ جا نرو، دل بیچارمو کشوندی دنبال تو، عاشق میکنی آدمو. شدی یه دونه دلمو، گل خوشگلمو، یه طورمو تو نمیدم عزیزم حتی به حالم. خب الهی من که فدات شم، تو حواس نمیذاری واسم به خدا. همه میدونن الان مخاطب خواستم توی، حالا یخ پیشه تو آب میشه. تو که دوتا چشات آتیشه، یه جوری نگاه میکنی منو که غم تو دلم آب میشه. قلبت منو میخوادمش کرد، دلو با تو میشه جمعش کرد. ما که دیگه لو دادیم بفهمن همه مردمش کرد. جا دادیم منو تو قلبت جون بخوا حله. لطف داری شما به بنده، خوشگلی ولی هدنده. بدون من هیچ جا نرو، دل بیچارمو کشوندی دنبال تو، عاشق میکنی آدمو. جا دادی منو تو قلبت